یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. حال متقیان را تعریف میکنه. متقی کیست؟ الذین کسایی که یؤمنون بالغیب ایمان میارن به غیب و یقیمون الصلاة پابندی میکنن به نماز و مما رزقناهم ينفقون بعضی اموالی که ما برشان دادیم مصرف میکنن در راه الله. اولین صفت متقی چی است؟ یؤمنون بالغیب ایمان میاره به چیزایی که غیب است ندیده چشمش. چی است؟ جنت ندیدیم ایمان میاره. کسی جنت قبول نداره کافر است. جهنم آتش نار دوزخ که میگه به ایمان میاره ندیده. پل صراط ندیدیم ایمان میاره. قیامت دوباره زنده شدن ندیدیم ایمان میاریم. احوالش تفصیلاتش ایمان میاره. جن است نمیبینیم ایمان میاریم. بعد قرآن میگه است تجربه هم ثابت کرده کنه است. تجربه بکنه نکنه. کتاب های آسمانی سابقه را در وقت نزولش ما شما نبودیم قرآن خبر داده ایمان داره. انبیای گذشته که یک لگ یا اضافه کم و بیش ندیدیم ایمان داریم. باید ایمان. ملائکه را ندیدیم باید چی کنیم؟ ایمان بیاریم. غیب است از ما غیب است. اینه. پس چیزایی که از حواسشان غایب است ایمان میارن. غیب. الله را ما شما ندیدیم دیدیم؟ نه. ولی با دلایل میشناسیم باید ایمان بیاریم. کسی ایمان نمیاره جایز آتش است. نه. الله غایب است نه از نظر ما. ملائکه غایب است بسیار چیز است. ایمان همیره میگم. اگر یک چیز ببینی خب بیز ایمان بیاری. حال ما بگیم تو قبول داری که نمی آواز کی گفته میتونه که نه؟ کسی بگویه نه؟ دیوانه است میگه حساب ازی خراب. برو دیوانه شد. هیچ کس گفته نمیتونه یا نیست. این خود دیدی دیگه. اینی موبایل است کسی بگه نه نیست. تو نیست. او را که خب میکنی قبول. او را که ندیدی ایمان امتحان همیست که نمیبینی ایمان بیار. ولی الله تو دلایل میگه که کل مشاهد مثل که میبینی. کل همی چیزا ای تو راست که میبینی. انبیا خب با تواتر ثابت شده. کلگی با ما خبر داد که نبی بود. میلیون ها نفر میگه که موسی پیامبر تیر شده عیسی تیر شد. کسی چیز متواتر کسی انکار کردن نمیتونه. امیال 20 نفر از امریکا میان میگه ما و شما امریکا رو ندیدیم نه؟ ایمان داریم یا نه؟ قبول داریم که امریکا هست. ما خو نرفتیم امریکا ولی قبول داریم. چرا؟ به خاطر که 20 نفر 100 نفر خبر داد که امریکا هست. و نه. اینالی تو گفتن نمیشه که ما چیزی رو ندیدیم ایمان نمیارم. اوه. یک جوان گفت از میخیشای ما بود. گفت من ندیدم نبینم ایمان قبول ندارم. نبینی قبول نداری؟ گفت نه. گفتم نکو بسیار چیزا رو ندیدی قبول داری؟ گفت نه ندارم. گفتم نکو داری؟ گفت خب. گفتم بگم یک مثال. گفت بگو. گفتم نظر به این فرمولت خیمام یک چیز ندیدیم قبول ندارم. گفت خیر است. گفتم خیلی تو حرامی استی حلالی نیستی از پدر و مادرت نیستی. به خاطر که من ندیده بودم که پدرت که مادرت نکاح کرده باشه باید یک جای خواب شده باشن تو پیدا شده باشی میشه که تو دیگه باشه. تو هم نبودی. گفتم در وقت عروسی پدر و مادر. تو دیدی پدر و مادرت ازدواج کرده باشن؟ گفت نه. در وقت پیدایش دیدی؟ گفت نه. یادت است که پیدا شدی؟ گفت نه. گفتم خیلی چطور دیگه حرامی استی؟ پیش خودت هم باید حرامی باشی پیش من باید حرامی باشی. گفتم حرامی بگویم خب قار نمیشی. گفت که اگه یه پا گفتی با جنگ میکنیم. گفتم خلاص دیگه ندیدی قبول کردی نه؟ به خاطر که مردم پدر مادر گفت هستی دیگران میگه بله ازمی هستی خلاص قبول کردی. این چیزایی هست که انسان نمیبینه قبول داره. بسیار چیزا با تواتر با آدم میرسه نمیشه که انکار کنه. گفتم خدا به دیوانگی نزن دیگه. اینا الله رو ندیدی دلایل بسیار وجود داره. دیگه کسا انبیا دیدن نه؟ آوازش شد. موسی علیه السلام خبر داد. آدم علیه السلام خبر داد. بسیار کسای دیگه دید با ما گفتن. رسول الله السلام خبر داد که اینا ما شنیدم. رفتم در بالا. بسیار کساست دیگه. غیر از دیگه دلایل زیاد است. الله میگه این قدرت ها نه؟ باید قبول کنی. او را قبول داری را نداری؟ با من تو گفت ولی عقیده ما شکی ساختی. ما اول در وجود الله شک داشتم ولی نه میگفتم نیست. این در ایران تیر کرده بود. در ایران کمونیست کافر زیاد داره.
گفت آلی ای ذره شکی شدم که شاید باشه. گفتم نه کافر هستی خیلی هنوزم مسلمان نشدی. شکیستی؟ شک ایمان نیست ها، شک ایمان نیست، یقین کو دیگه. گفت یک ذره ما و تو گپ بزنیم شاید خوب شویم. گفتم ما و تو بیا اینجا در قرآن بشی خوب میشی دیگه، من زیاد وقت ندارم که تو بشینم گپ زده برم. اینجا بیا بشی در درس قرآن جور میشی. نه تو نبیایی خدا به دیوانگی زده رایستی. نه و با این عقیده گفتم اگر بموری جای داتش از بفهمی خو امیال مردی داتش میری، یعنی قبول کو امیال فی الحال ایمان بیا باز بیا بشی. حالا شک بعضی شک داره قرار آزاد میگرده، شکی آمد در موضوع عقیده شک داره آزاد میگرده، تشویش نیست. اوه خطرناک است. مرگت بیا چی جواب میتی؟ شک خو ایمان نیست. پس یؤمنون بالغیب، ایمان چی را میگه؟ تصدیق باور. و ما انت بمؤمن لنا در لغت اینجا هم تصدیق میکنن. ایمان چی را میگه؟ که محکم شد. ایمان یقین باور جازم و ثابت که به شک انداختن شک اندازنده دور نشه. این را میگه کسی شک انداخت خصوص نشه. ایمان باید به می درجه باشه، نبود خطر است. خب یکم تا ایمانش سرسری 3 سوال 4 سوال کردی در شک میره، این هم چندان ایمان نیست. مثل همین افغانای ما و شما مسلمانانه چه قسم ایمان بود؟ خدا هست، پیامبر هست، قربان پیامبر شم، قربان قرآن شم، قربان ایشم. نه وقتی که کمونیستا آمدن هورا که خدا نیست گفت لک ها نفر پشتش رفت گفت نیست. این ایمانی آسیب پذیر بود. نه مصیبت پذیر نباشه ایمانت. چند تا آمد گفت خدا نیست تو میگی نیست. دیدین که می افغانا با چی میگفتن؟ درود بر لینین کبیر. حتی در کتابایشان نوشته کده می کمونستا خب میگه امی خدا بودن اینا یک افسانه است. این تو میگه تو کتابش. یا این نفر گفت کتابش در اشغالی انداخته بود جای خراب پیداش کردم. گفتم من به من بیار. گفتم این کابل چاپ شده. امی کمونستای داخلی خب خودشان نوشته کده. او بیرونی خو است. امیال آمد دینیم پانتون جوانا هست کار میکنن که بگوی الله است خالق آفرینده خانده میکنه. مارکس میگفت نیست، بنیانگذار کمونیسم. مارکس کار یهودی خب میگفت وجود نداره، فیلسوف بود بیدین بود. خب اینا میگن مارکس صاحب گفته نیست، ما میگیم نیست. و کافر خطرناک. این تو کافرایی که از الله منکر باشه کم است. یهود از الله منکر نیست، نصارا نیست، بودایزم نیست، هندویزم نیست، فقط کمونستا یا سیکولارای عقیدتی اینا میگن. خب اینا میگن الله نیست، عقیدتی. یکی کمونستایی است که عقیدتی نیست ولی در نظام کمونیسم زیر بیرقش زندگی کرده، پیش مجاهدین او را کمونیست میگه. او کمونیست صدا میکنه، او را ما کمونیست نمیگیم. خب کمونیست عقیدتی کسی است که گناه خدا کرد هرچی حال توبه کرده نماز میخوانه دیگه. کمونیست عقیدتی کسی است که از الله منکر است، از پیامبر منکر است. دین افیون میگه، افیون ملت ها، افیون زر تریاک. اینی خطرناک است. گپ از اونا زیاد از دیگه وقت بیان میکنیم. یؤمنون ایمان میارن باور جازم بالغیب، آنچه که نظرشان غایب است از حواسشان. بسیار چیزا از غایب است ولی وجود داره. همیال سیارات، یک سیاره را 1 سال پیش کشف کردن 7 قدر زمین بود، 7 قدر دنیای ما نو دیدندش. این قیقه گفت معلوم میشه و نبوده. کمونیست طایفه چی میگفت؟ خدا را میگفت ما الله را نمیبینیم. نیست. او چشمت یک میده چشمت. ما و شما که یک چیز کوچک است میشه ویروس است، میکروب است یا نه؟ میبینیش؟ نه. اگر بگویی نیست خود دیوانه هستی دیگه. نه هست، این میشه نمیبینیش. چشم ما بعضی چیزا بسیار کوچک است نمیبینیم، بعضی چیزا دور است، دور. امی سیارات دور است نمیبینی. از امی زمین که دور میری دالت میرسی زمین گم میشیم، زمین رو نمیبینیم بخاطر بسیار دور است. یک کمونیست در احسان درس میداد. خب شاگرده را گفته بود خدا است یا نه؟ بودندم دوران کمونیستا. چرا نیست؟ گفتم. گفت خب میبینین؟ گفته بود نه نمیبینیم. میشنوین گپش؟ نه. لمس میشه حواس 5؟ گفت نه. بوی میشه شما یک حواسی؟ نه. ذائقه چشیده میشه؟ نه.
گفت یک چیزی که چشیده نمیشه، دیده نمیشه، بوی نمیشه، شنیده نمیشه، شما دیوانه هستین چطور میگین است؟ سعی که فکرت چطور خراب میکن. بعد یک مسلمان بود می درساش شده بود، یک جوان بود. گفت والا اگه استادی تو فرمول باشه خیمام یک سوال دارم، هر چیزی که دیده نشه نباشه. گفت باش ما از این بچه یک سوال میکنم. گفت بگو. گفت اجازه است بیم پیش تخته؟ گفت بیا. گفت شاگردا یک سوال است. گفت من همین استاد ما عقل داره یا نه؟ گفت چرا نداره؟ گفت میبینین؟ گفت نه ولی نمیبینین. گفت میشنوین؟ گفت نه. لمس میشه؟ گفت نه. چشیده میشه؟ نه. بوی میشه؟ نه. گفت خیلی استاد ما عقل نداره. چطور عقل داره؟ یک دفعه استاد خیزت تو مرا بی عقل گفتی؟ گفت نه خودت بی عقل گفتی خدا. خودت به می فرمول عقل تو را ما نه بوی کده میتانیم نه دیده. گفت استاد که عقل نداره چطور به ما درس میته؟ عقل درس دادن داره؟ کلگی گفت نه. گفت برای دیگه استاد بی عقل شدی اصلا برای. استاد گفت همین بر آمد چنان شرمنده شد. کلگی گفت برای. گفت رفت دیگه هیچ در مکتب نمیامد. ایلاکت مکتب. اینی تو کمونیستای تی بی عقلای جاهلی هستن. بعد مسلمان ها را میگن باران از کجا میشه؟ این تو کارا را هم کردن. میگن از آسمان میشه. با در تیاره میشن. یه عبر بود نه؟ سر عبر میبرد میگه فینا باران از عبر میشه، آسمان بالاست. شما را فریب داده کتابتا. هیچ موضوع آسمان نیست، باران از عبر میشه. بازو میگه والا شکی شدیم ما. شک. قرآن در حالی که میگه انزل من السماء از طرف آسمان و انزلنا من المعصرات، معصرات عبر میگه از ابرها، من السحاب عبر نامش الله گرفته، از ابرها باران پایین میکنیم. این کمونیست بیعقل ای تو کارا را میکنن. کارایی کردن اینا، ای تو مثالا، ای تو گپا. ولی کسی که علم نداشته باشه به می گپا بگه شکیش میکنه. شکی شدیم شک پیدا شد. الذین یؤمنون بالغیب، کسایی که ایمان میارن به غیب. غیب هست، بسیار چیزا از غیب هست ولی باید قبول کنیم. و یقیمون الصلاة، پابندی میکنن به نماز. اول عقیده است. دوم از بزرگترین عمل در اسلام بعد از عقیده چیست؟ نماز است. نماز. به این خاطر رسول الله میگه العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. رواه مسلم. امام مسلم روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که پیمان در بین ما و کافران نماز است. کسی ترک کرد بدون شک کافر است. ترک نماز کفر است. نظر مذهب امام احمد بن حنبل میگه کسی نماز ترک کرد مرتد میشه، واجب القتل است، کشته شد. اگر توبه نکرد میکشته شد. امام شافعی صاحب میگه وقت میگه مرتد نشده ولی واجب القتل شده. امام ابو حنیفه صاحب میگه حبس ابد شود تا که زنده در بندی خانه، تا که نماز نخوانده. نماز با جماعت است، نخوانید نمیشه، باید در جماعت بیایید. جماعت مسجد است، در خانه میخوانی نماز نمیشه. حال مردم ها میگن که مسلمانی خدا نماز نیست. چطور نیست؟ اقیم الصلاة قدر نماز مهم است. یک کسی نماز بخوانند در پلوش دزدی و رشوت و اینا بخوره، از او کسی که بی نماز است رشوت نمیخوره، همین نماز خوان رشوت خور 100 درجه سر از او فضیلت داره. رشوت میخوره ولی نماز میخوانه، بسیار درجه داره. اون که رشوت نمیخوره، دزدی نمیکنه ولی نماز نمیخونه، او ایمان نداره. او قدر خطرناک. یکم تا چی میگه؟ ما غیبت کسی را نمیکنم، دزدی نمیکنم، رشوت نمیخورم، نمازم نمیخوانم. کدام ما بهتر است؟ او ایمان نداری نماز نمیخوانی، هیچ مسلمان نیستی. نماز عشق کرده باشی، نماز تا بخوان. خدا به دیوانگی نزن، نماز تا بخوان. نماز بسیار مهم است. از پیش خود گپ نزن، پیش خود فیصله نکن. قرآن میگه اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. نماز برپا کنین، مشرک نشین. ترک نماز شرک اشارتاً گفته. در جهنم که میره جهنمیا پرسانش میکنه ملائکه، قالو میگه ما سلککم فی سقر، چی چیز شما را در آتش آورد؟ اونا چی میگن؟ قالو لم نکن من المصلین. سورت مدثر سعی کنید. لم نکن، نبودیم در دنیا من
مسلین از جمله نمازگزار نماز نمیخواندی، اول جرمش همیست به آتش رفته. بسیار ترک نماز خطرناک گناه است. خب پابندی اقامه نماز چی؟ فرایض، واجبات، خشوعش، ارکانش انجام میده. نگفت الله یفعلون الصلاه، انجام میده. اقامه نماز. عرب ها میگن قامت السوق، بازار که خوب گرم شوه میگه قامت السوق. پابندی میکنن به نماز، فرایض با وقتش میخوانن، وقت بشناس، فرایض انجام میشه بفهم. فرایض محرمات نماز چی چیزاست، چی چیزا ممنوع در نماز و به طریقه پیامبر سلام. نماز وقتی قبول است به خاطر الله باشد، اخلاص، و به طریقه پیامبر سلام. رسول الله صلی حدیث بخاری است میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی. قسم نماز بخوانین که مرا ببینین. نماز باید از رسول الله صلی یاد بگیریم، از احادیث پیامبر سلام. و مما رزقناهم ينفقون، بعضی اموالی که ما برشان دادیم مصرف میکنن. من تبعیضی است. من بعضی ما از اموال رزقنا اعطینا. الله میگه ما بر از اینا دادیم. همین مالی که ما شما داریم این را کی داده به ما؟ الله داده. الله میگه ما مال ما الله میته به ما. از همین مالی که دادیم بعضش مصرف میکنه. مصرف چیست؟ مفسرین میگه زکات میته، صدقات میته، بیوه و یتیم اینا را کمک میکنه و در راه الله مصرف میکنه. به خاطر ترقی اسلام مصرف میکنه. خانم ها برشان موتر چیز کردیم، خب گپ زدیم، گفته وعده و اینا شده، ولی بعضش مسیر خود معلوم کنه و پیسه هم بعضی مسیرات باید پیسه بتن. ما 1000 روپیه مصرف کو به خاطر قرآن. 1000 روپیه مایی نسه ما نمیشه، نسه 1000 روپیه قرآن یاد میگیریم. حتی ما و شما کسایی هست که پیسه خودم مصرف میکنه که دیگرها قرآن بخوانه، حالا تو به خاطر خودت مصرف کن. حتی ما میگیم شما این مسجد آباد کنین، واقعا ماشاءالله بعضش کرده. بعضی می خانم‌ها رو صدا کردیم کانگانای خدا انداخته. یقین که در یک جای ما گپ زدم، یک خانم آمد امی چوریای خدا آورد، بردم فروختمش این 8 سال پیش 46000 روپیه شده بود. 46000 طلا را آورد، گفت بسیار یک چیز ناچیز از قبول کن. من گفتم الله قبول کنه. واقعا پول دمیرای الله مصرف کردیم. الله شاهد است. در راه الله ای تو خانما 46000 میاره، میگه در راه دین مصرف کن. حالا ما میگیم اگه او قدر میارین خانه تان آباد، بسیار. اگه نمیارین اقلا امیدم جان خودتان مصرف کنین که میجا بین آرام موتر بیا پشت خانه تان شما را اینجا بیاره. انشاءالله که این خانما یک ذره حالا جرأتمند میشن. بعضش میگه که بسیار سخت است، 100 روپیه خودم مصرف نمیکنه. گفتم نه میکنه، چرا نمیکنه؟ باز ببینی همین خانم‌ها چی میکنن؟ پیسه رو جمع کرده و طلا در اینجا چوری پرتو ای پرتو نمیده. خوش اصلا همین طلا در دستای ما باشه و در گوشای ما و در گردنای ما باشه. طلا خود اختلاف از دی خو که زن طلا را در گردن پرته نپرته. شیخ البانی میگه نه ممنوع است. خب احادیث جمع کرده گیست، خصوصا برای شهرت که باشه خطرناک. کل علما میگه خطرناک. یگام خانما در روسیه که میرن طلا را تو چند منزله است، میگه 3 منزله انداخته به دیگران نشان میده. گوشای خود چادر خود ایسو میمونه آویزان میکنه که ببینید. دیگه دستای خودم پر کرده نشان میده. این بسیار خطرناک، بسیار گناه کلان است، گناه کبیره. افتخار کردن و طلا نشان دادن و اینا. خب مال ما و شما کل ما مصرف کنیم. شما هم مصرف کنین در میجه مین از راه دور. الله برتان ثبات. خانمان بکنم چی ما بیشینیم که یک سرمایه دار بیا؟ خود ما چرا نکنیم؟ 1000 روپیه 1000 جای بین موتر میاره تا خلاص دیگه. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. سومین صفتشان چیست؟ والذین کسایی هستند که ایمان میارن بما انزل الیک، به او کتابی که نازل شده به تو، ما انزل قرآن و سنت، و ما انزل من قبلک آنچه که نازل شده پیش از تو دیگه کتابا، و بالآخرة هم یوقنون، بر روز قیامت آخرت اینا یقین دارن، یقین کامل. یکی خو ایمان به غیب آورد، اینجا تفصیل میته. ایمان میاره به ما انزل الیک. اگه کسی بگه کل کتابا را قبول دارم قرآن ندارم،
کافر است، ایمان نداره. اگر بگوید قرآن قبول دارم دیگهش قبول ندارم بازم کافر میشه. اگر بگوید که غیر از محمد آخری پیامبر قبول ندارم دیگهش دارم مؤمن نیست با کلش. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله. در بین هیچ رسول هیچ کتاب فرق نکن. کسایی که ایمان میارن، ایمان باور کامل دارن به ما انزل الیک، با او کتابی که به تو نازل شده پیامبر. الیکی فهمیده میشه که تو رسول هستی. تماما آنچه که نازل شده، یک کلمه قرآن انکار کنی ایمان تا دست میدی. یک کلمه ما عام است، تماما آنچه که نازل شده. یکم تا خانما داریم میگه کل می آیتای قرآن قبول دارم، امی آیتی که میگه یک شوهر 4 زن بگیره همیشه قبول ندارم. ایمان نداری. ها چی میگن؟ یا خدا یا خانم. این دلایل منطقی میگی یا خدا یا خانم. خیلی او تو باشه یا خدا یک جور لباس، تو هم یک جور، چرا 10 جور لباس در بکسایت پر کردی؟ نه یا خدا یک جور لباس، نه یک تو بود، تو چرا خیلی زیاد کردی؟ ها این گپای فلسفی است. ها الله 4 زن که میگه بگیرینی به خیر خود خانم هست. حالا من اینم شوهر نه ازدواج کردم، یک خانم بسیار دوستش دارم اولاد نداره، چی کنم؟ مشکلم دمی خانم پیدا شد، تداوی هم کردم. حالا به خاطر که یک خانم همی خانم ما طلاق بتم دیگه را بگیرم چی کار کنم؟ نه همی خانم هم باشه در پالیش یک تا دیگه. بسیار حکمت های دیگه هم هست نمیگم. جنگ میشه در یک کشور 5 میلیون مرد میمره، حالا 5 میلیون زن اینجا اضافه بس شد، نه شوهرش مرد، چطور شوهر مینا این بیچاره چی کنن؟ حالا می 5 میلیون زن اگر بشینه خب بسیار سخت است. غریزه جنسی مثل غذا است. حتی امام مالک میگه غذا نان نخوری میموری، میگه ازدواج هم نشه انسان مثل مشکلات. اگر نمبره میگه نیم مرده نیم جان است، چندان زندگی نداره. واقعا نمیتونه. زنی هم که شوهر نداره و هم بسیار در تشویش است. اگر که نمیگه که نه من در قصیش نیستم خدا نکنه ای تو میگه از پیش خود، ولی الله دلش خبر است که چی گپ است. بسیار مشکلات داره. فهمیدیم؟ اینا اگر بشینه خب مشکل، و اگر دست به فحشا دید و خطرناک. نه اسلام میگه امی یک شوهر یک زن داره حفظ حقوق قدی دوم بگیره، پس خیرش به خود میزنه شد. نمی تعدد ازدواج یک زن گرفت بازم 1-2 میلیون مانده، دو تایی بگیرن 3 تا شوهر خلاص میشه. نشد 4 تا گرفتن خلاص کل شوهر داشت. نه و همی تو کسا هست که 2 زن 3 زن نان میته عدالت، این که عدالت نمیکنه گپش. بعضی ظالما عدالت نمیکنن، باز خانم میتونه طلاق خود بگیره. اینمی شوهردار ازدواج کو اگر عدالت نکرد طلاق گرفتن خواستانه با یک شوهر دیگه بگی. در حالی که 2 زن 2 خانم باشه بسیار فواید صحی دیگه هم داره، طبی داره. ولی یکم تا را ببینی مثلا یک خانم است وظیفه دار، 7 صبح میبره میره شو میاد، یام شو هم. حالا چطور میشه؟ و میگه تو نان بکو، میگه تو بکو. اگر میشه یک خانم دیگه باشه نانم تیار کرده چقدر خوب، از بیرون می نان تیار. دیگه هم فایده داره. یکم فایده طبی صحی است گفتن نمیتونم. بسیار فواید داره. پس هر حکم الله بر خیرتان است. الله حکیم است، علیم حکیم. در هر کار الله حکمت و فایده است. در هر کار الله حکمت و فایده است. با یکم تا میگه که خیلی خانم هم شوهر حقوقش پورا کردن نمیتونه، اسلام میگه طلاق بگی. برو یک شوهری را بگی که حقوق تا پورا کنه. طلاق گرفتن در دوران صحابه کدام گپی نبود، حالی را بیخی اگه چیز جور کنه. میگه زن مرده را مچم زن بته زن طلاق نته، چه قسمی چه گپ است؟ طلاق که دادی کل فامیلای از او سوتا را گرفته میآید. طلاق دادی؟ حال چی گپ شده؟ طلاق خو الله میگه یا ایوه نبی اذا طلقتم من النساء خود جایز است طلاق دادن. شوهر هیچ وقت نمیخواد خانم خدا دست بده، مجبور میشه چی کنه؟
پس والذین یؤمنون بما انزل الیک، با کل آنچه که الله نازل، ایمان 100%. و آنچه که پیامبر صلی الله علیه و گفته. الله در سورة النساء چی میگه؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. قسم است بر ربت که ایمان ندارن تا اینکه فیصله کنن در آنچه که واقع شده در بین از اینا. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، با در قلبش هیچ کدام خفگی را پیدا نشه. و یسلموا تسلیما، کامل تسلیم شه تا که می تو نشدی ایمان نداری. خب یکم تا خانما میگن که اگر برای خانمت یک شوهر دیگه باشه چطور؟ کارتان میشه یا نه؟ توبه. والله اگر الله اجازه میداد که یک خانم 2 شوهر بگیره، ما والله قار نمیشدم، ایمان میرم. چرا قار شوی؟ اگر الله اجازه بده، ولی الله اجازه نداده. الله میفهمه دمی خیر خانم یک شوهر است، الله اجازه نداده. حتی رسول الله صلی الله علیه و میگه که قل ان کان لله ولد فانا اول العابدین. شرک چقدر خطرناک است. اگر برای الله اولاد می بود، ما اولین کسی می بودم که عبادتش میکردم، ولی الله اولاد نداره. اگر الله می گفت که یک خانم 2 شوهر بگیره فرض است، ما حتمی قبول چرا نمیکنم؟ تو وقت قبول نکنم. ایمان امیره میگه. خب نگام دفعه دوم ایمان باید داخل شویم. خب این منافعی که ما یک شوهر و آرام باش، خوراکم زیاد باشه و این پا، به خاطر بعض منافع دنیا احکام الله را چی نکنین. خب منافع دنیا. خب در این کارهایی که الله یک حکم صادر کرده او بسیار فواید است، بسیار حکمت هاست. صحابه را که شما ببینین یک زنه پیدا نمیکنین، کلش 2-3 زن داشت، 2 3 4 از ابوبکر گرفته تا هم و دمی خیر بوده. و در او وقت امو مردم هم که بود دخترای خدا نه با کسایی میداد که زندار میداد. دختره میگه فی تجربه داره، صحیح تربیت میکنه، بسیار خوب است، فوایدش میفهمیدن. حالا غربی ها دسته که میگه که 2 زنه و این تو رد کرده، والله این غربی ها یک زنه نیستن، این را بفهمین. همین غربی ها بیدینا کافرها یک زن رسمی دارن، 100 تا دیگه غیر رسمی، 10 تا دیگه غیر رسمی، به نام معشوقه و به نام این و آن دارن. به یک زن پابند نیستن، به یک زن والله پابند نیستن، وفادار نیستن. یک کسی گفت در کشورهای اروپایی اینجا بودم، اونجا یک زن است، یا امریکا بود، گفت یک زن گرفته بودم، یک زن دیگر هم خواستم ازدواج کنم، غیر رسمی ازدواج کردم، غیر رسمی. گفت وقتی که در خانه هم زن دومم رفتم، پلیس مرا تعقیب کرد، فکر کرد که ازدواج کرده، شک بود. گفت که می دروازه را باز کرد، گفت کی است اینجا آمدی در خانه ازی؟ گفت ما دیدم اگر بگویم خانمم است ازدواج کردیم بندیم میکنه. گفتم این معشوقه است. گفت آیم ساری. گفت بسیار. گفت معذرت میخوایم، من فکر کردم که زنت است ازدواج کردی. گفت نه زنم نیست، معشوقه است. گفت برو خیر آزاد هستی. اینی عقل کافر است. خب اگر رابطه نامشروع برقرار میکنی هیچ، هنوز خوش میشه. این میگه بسیار مدرن است، مترقی و روشن فکر و خوب روشن کفر است میگه. اما اگر یک خانم 2 خانم عروسی کردی باید بندیت میکنه. این کافره را ببین. شما دیدین رئیس جمهور روسیه خانمش گفت 10 سال است که شوهرم پیش من نزدیک نشده، 10 سال. گفت که 1 سال بعد مرا میبینه، دور می تو اشاره میتم، میگه میبینیم، باز گم میشه میره. 10 سال شده، 10 سال کسی نزدیک خانمش نبیه، او چی میکنه؟ عیاش است بیبند و بار. تا رابطه شکت خانما پیدا کن. یکی از کلانای امریکایی قماندانایش در اینجا بود، جان آلن میگه. خب چرا برکنار شد؟ که چند دانه خانما رابطه نامشروع، 30,000 مسیجش پیدا کرد، زنا و فحشا میکرد. خب گفتنی در زنا و فحشا مصروف است، این جنگ خراب میکنه، نه نمیتونه اداره کنه. رئیس جمهور ایتالیا، رئیس جمهورش صدر اعظمش کلان صدر اعظم داره که 8 خانم گیرش کردن که رابطه نامشروع داشت، عمرش هم 70 ساله. زنش که خبر شد زوف کرد، بعد باوشش کردن، گفت چی میکنی؟ گفت برو خیر است، فرهنگ. رئیس جمهور امریکا همین شوهر کلینتون، هیلری کلینتون وزیر خارجه بود، خدا کاندید هم کرده بود، شوهرش بیل کلینتون میگه.
پیش از جورج بوش 2 دور ریاست جمهوری کرده، با همراه سکرترش تجاوز جنسی کرد که حتی رسوای جهانی شد. این که مخفی چی کارا میکنن خوب حساب نمیشه. دنیا سرش خبر شد. آخر چی کرد؟ یک عفو خواست، گفت ملت امریکا عفو میخوایم که کتی خانمشان تجاوز به زور زنا کرد. سنش هم 65 ساله، زن هم داره. یا که میگن یک خانم یک شوهر، دروغ از دروغ. بیدار شوین ببینید. ولی تو نیست که هر شوهر، یکم شوهرها ضرورت پیدا میکنن 2 دانه میگیرن، ضرورت ها مختلف. هیچ خانم باید مانع نشه، فقط عدالت شرطش است. قرآن میگه فان خفتم الله تعدلوا فواحد، ترسیدین عدالت نمیتونی، عدالت خلاص. بعضی مردا چی میگن؟ مردا میگن کلی گپ قبول داریم، یکم نشیا امی چرس دیگه نمیتونیم اعلا کنیم. والا چرسیا نه، او چرسی بدبخت نه. چرس میگه آرام نگو، بوتی فقیریست، قلندریست، مچم چیست، 1000 نام سرش میفهم. شراب نمیتونم میگه، سود نمیتونم، پیسیم در بانک است چوچم میکنه. یک استاد گفت خب، گفتم سود است سود. گفت والا میره نمیتونم. گفتم ایمان تا دست میتی، قبول داری سود حرامه یا نداری؟ گفت خب. گفت چوچه میکنه. گفتم بکشش از بانک، چوچهش نگیری که خطرناک. گفت که زیاد شده میره. گفت 5000 ماندیم زیاد میشه. چقدر؟ گفتم $5000 ماندیم زیاد شده میره. گفتم بکشش. بس کل اسلام باید قبول کنیم و کوشش کنیم که عمل کنیم. در قبولیت دیگه شک و شبهه نباشه، قبول دارم. در عمل تلاش کنیم که عمل کنیم. خب فاتقوا الله ما استطعتم. باش که عقیده جور شوه. خب ما عقیده خودم جور میکنیم، از کل گیره دیگه پا خفه نشین. خب ایمان همیست، قرآن هم میخوانیم باید. والذین، کسایی که ایمان میارن به ما انزل، ما کلمه جمع به تمام آنچه که به تو نازل شد. قرآن سنت هر دوش منزل است. و ما انزل من قبلک، با تمام کتابایی که پیش از تو نازل شده، تورات، انجیل، زبور، در دورانش اونا کتابای حق قبول داریم. و بالآخرت هم یقینون، بر روز قیامت یقین دارن. قیامت آخرت قیامت است، یقین و باور دارن. قیامت چی؟ دوباره زنده شدن، حساب و کتاب. این که یقینت خوب محکم باشه، اما قدر عملت جور میشه. دنیا خوی چند وقت است، یک چند وقت است میره. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اولئک اینمی کسا علی هدی، به هدایت هستند، من ربهم از جانب ربشان، و اولئک هم المفلحون، و اینا خاص اینا کامیاب هستند. پس متقین قرآن که بیان میشه، یک گروه متقی میشه که متقی شد. اولین صفتش چی بود؟ ایمان به غیب، ایمانیات. دوم پابندی به نماز، عبادات بدنی. سوم ينفقون، عبادات مالی، مال مصرف کن. چهارم صفتش والذین یؤمنون بما انزل الیک، به قرآن و به روز قیامت، به کتابای آسمانی روز قیامت. 5 صفت. نتیجهش چی شد؟ اولئک علی هدی. اینا اولئک نحویا میگن عرب ها، نگاه گرامر عربی، اشاره به سوی امو صفات میشه، به مو انسانایی که موصوف به می صفات باشه. اولئک اینمی متقیایی که دارای امی صفات هستند، علی هدی، به هدایت استوار هستند. من ربهم، این تو هدایتی که از جانب ربشان است. یکی هدایت های پیر و مرید و این گپاست، و هدایت ها رو سکن. هدایت که از جانب رب باشه، یعنی با استقامت و نور و روشنی و راه درست استوار است. و اولئک، و اینمی کسایی که دارای همی صفات هستند، هم خاص اینا المفلحون، فلاح و کامیابی و نجات از آتش برمیا منحصر است. جنت بین امی مردم است که چی هستند؟ دارای امی صفات هستند. الله ما شما را به این صفات ثبات بده. خب این صفات های بزرگ است. عبادات بدنی که گفتیم تمام، عبادات مالی گفتیم، ایمانیات کل دی داخل. عبادت یا توسط بدن میشه، مالی کلش است. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بدون شک کسای کافر هستند، کفر انکار کردن، زدن و اینادن، سواء برابر است، علیهم با بالای اینا، انذرتهم، این که میترسانی اینها را،
ام لم تنذرهم یا نمیترسانی دعوتشان نمیتی ای پیامبر لا یؤمنون ایمان نمیارن. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم مهر زدگی است الله به دلهایشان و علی سمعهم به گوشه شنواییشان و علی ابصارهم غشاوة و در چشمای از اینا پرده است حق نمیبینند و لهم عذاب عظیم از برای اینا عذاب بزرگ است همیشه و دائم. دومین گروه مردم بیان میکند قرآن که بیان میکنی یک گروه متقیا میشه صفاتش بیان. دوم گروه کافرای است علنی هیچ قبول نداره. میم قبول میکنی نه 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 ندارم قبول. بازی کافرام دو نوع است. یکی کافرای است که ضدی و انادی است. ضدی و انادی کدام کافر میگه؟ همون کافری که حق شناخت فهمید قبول نکرد این را ضدی و انادی میگه. ای تو کافرا هیچ قابل هدایت نیست. الله در قلب از اینا مهر زده حق دو داخل نمیشه. گوششان حق شنیده نمیتونن که قبول کنن. چشمشان حق دیده نمیتونن. الله میگه ای تو کافرا را بشناسین. بعض کافرا هست هر قدر دعوتش بیتی هیچ ایمان نمیاره. هر قدر دلایل بگویی فلسفی منطقی هیچ معجزات نشان بده قبول نداره. فرعون موسی علیه السلام چقدر معجزات نشان داد قبول نکرد. چوب انداخت اژدها شد قبول نکرد. ابراهیم علیه السلام دیدن آتش افتید آتش نسوختاندش ایمان آورد نه. این تو کافر ضدی و انادی سر از این مردم میگه تو جگرخون نشو. دعوت که میتی یک گروه مردمی تو کافرها باقی میمانن. این آیت میفهمین چی از سبب نزولش. رسول الله سلام بسیار حریص بود که کل ایمان بیاره. بعضی ایمان نمی آورد غمگین میشد. الله خبرش میده که بعضی کافرها هست جگرخون نشو دعوتش بته حجت مبالش قایم میشه دیگه پشتش نگرد. برو سر کسایی کار کو که استعداد پذیرش حق دارن. شما هم تو بعضی را به می عقیده توحید و سنت دعوت میتین نمی زیدیست پشت از اون نگرد. دیگه کسایی است که اونا حق قبول میکنن انابت در اونا است طلب حق است استعداد پذیرش حق است توانایی شنیدن حق دارن که تو اونا سرش کار کنیم. یکم تا چی میگه؟ من سر از این کار کردم نشد بسیار جگرخون است. پشت از این کار کردی نشد جگرخون نشد ایلاش بته پشتش. این آیت پیامش همیست. بعضی ضدی و انادی کافر هم داریم بعضی مسلمان های ضدی و انادی هم داریم. هر قدر برش بگویه چه امیری سفیدایی که از کار افتیده نه؟ اون دیدی ای مولای صاحب که میگه تو امیری سفیده بگو خموارم میگفت دیگه مولای صاحب متوکل. ما یه ذکر داریم میگه این چه ساتیری داره که کلکای خود نه ذکر میگه ساتیری چرا دعا نمیکنه دعای بعد از فرض جمعی دست بالا کنه. این سفیداره که هر قدر بگوی مغز از یا کاپ راست هیچ یه از قصای سابقه را زیاد شنیده و نمود مغزش پر است. میگه قبول ندارم. بعضی کافرها هم میتوست اگر نمی رئیس جمهورای دنیا می کافرها خوب حق میفهمد حتی حق برش بیان کنی قار میشه نگو به من نگو به من نگو برو یک جای دیگه بگو. ان الذين كفروا بدون شک کسایی که کافر انکار کفر به معنای پت کردن پنهان کردن اینا هم حق پنهان کردن نعمتای الله را پنهان کردن الله را شناختن ولی از فرمانش انکار کردن از توحید از قرآن انکار کردن. در قرآن آمده کفر به معنای پنهان کردن لیغیظ الله بهم الکفار کفار که میه به معنای زراعت آمدگیست. زاری را دیقان کافر میه به خاطر همین دانه را در زیر چی میکنه؟ پت میکنه. خب بعضی دیقان ها را در لغت کافر گفته میشه. معنای لغوی معنای شرعیش چیست که از قرآن انکار کنه از قرآن انکار کنه از پیامبر از ارکان ایمان. سواء علیهم سواء یعنی مستوی علیهم برابر است با بالای از اینا. چی برابر است؟ انذرت هم این که تو دعوت میتی اینها را ام لم تنذر یا دعوت نمیتی لا یؤمنون ایمان نمیاد. انذار چی را میگه؟ اعلام خبر دادن با تخویف. دعوت میتی که میترسانیش که اگه عقیده را داری در آتش میری میابان برو نمیترسانیش هیچ ایمان نمیاره. پس چی معنا؟ جگر خون نشو. بعضی کافر هم تو زیدی و انادیست تسلی میته رسول الله صلی الله علیه و آله با ما و شما هم پیامش همیست که شما بعضی کافرای زیدی و انادیست پشت از اونا نگردین و ایمان نمیاره.
چی گپ شده سری کافرها چرا ایمان نمیارن؟ ختم الله مهر زده علی قلوبهم به دلهای از اینا. ختم چی را میگه؟ که یک ظرف محکم میکنی با مرلاکش میکنی، نه که هیچ دیگه چیز دیگه داخل شده نمیتون. یک ورق است مکتوب، نه یک پاکت، دو خط انداختی تا پس سرش مهر که زدی کسی وازش نکنه، یعنی هیچ امکان نیست که چیزی دیگه داخل شود. اینی را قلب از اینا را الله تشبیه داده به ختم. ای تو مهر زده شده، قلب از اینا ظرف است که هیچ حق داخل نمیشه. کفر و شرک دو پر است، هر قدر کوشش کنی حق داخل کنی نمیشه. این مهر کی زده؟ الله زدگی است. چرا الله این مهر زدگی است؟ به خاطر که اینا کفر کسب کردن، الله برش مهر زد. سببش کی شده؟ خود انسان شده. اگر اینجا سوال پیدا میشه که الله مهر زده در گوش و چشمش، خیلی گناه زینا چیست؟ بسیاری میگه مهر زده الله، و الله که مهر زده در قلبش، خیلی گناه زینا چیست؟ گناهش چیست که اینا کفر چی کردن؟ کسب کردن. سعی کنین در اینجا یک عقیده بد داره معتزله میگه که ختم الله نسبت مهر به الله دادن صحیح نیست. چرا؟ میگه به خاطر که باز در اینجا اگر الله مهر بزنه اینا بیگناه میشن و نسبت ظلم به الله میشن. نه گپ نیست، الله مهر میزنه ولی سببش خود انسان است. یک قرآن یک آیت دیگه خود تفسیر میکنه، بسیار آیت های دیگه است. بعض جا الله اینمی قلب از اینا را که درکش بند میکنه ختم تعبیر کرده، بعض جا طبع میگه، بعض جا ران میگه. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، زنگ زده شده در قلبای از اینا به سبب چی کسب کردن. سورت مطففین. در دیگه جای الله میفرماید بل طبع الله علیها، بلکه الله مهر زده در قلبای از اینا به سبب چی؟ به کفرهم، به سبب کفرشان. اول اینا کفر انکار کسب کردن، دعوت داده شد قبول نکردن، کفر کردن بالاخره در نتیجه چی شد؟ که مهر زده شد. گناه از کیست؟ از کافر. باز الله جزای کفرشان چی شد؟ ختم شد. این جزای کفر است. جزای کفر طبعا مهر شد، حال هیچ حق سر از او تأثیر نمیکنه. ما حال براتان اینجا یک چند موضوع را بیان میکنم که چی است. سدی میگه طبع الله، قتاده میگه استحوذ علیهم شیطان سر از اینا غالب شده وقتی که اطاعتش کردن. فختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة لا یبصرون. در قلبشان مهر زده شده، تعقل کرده نمیتونن، فکر نمیتونن. در گوششان زده شده، هیچ شنیده نمیتونن. در چشمایشان پرده است، دیده نمیتونن. به این درجه شده. مجاهد میگه ختم الله علی قلوبهم قال الطبع، همی مهر که میاید در قلب این بسیار خطرناک است، الله نجات بده. ثبتت الذنوب علی القلب، قلب ها گناه در قلب ثابت شده میره. فحفت به، می پوشاند من کل نواحیه، از هر طرف قلب می پوشاند. حتی تلتقى علیه، تا اینکه کل جایش می پوشاند. التقایش طبع میاد، ختم میاد. بعد از او هیچ حق داخل نمیشه. مثل که یک چیز فولادی شود، نه هیچ چیز آب داخل کنه میتونی، نه نمیشه. و بعضی جا مجاهد میگه الله تعبیر کرده بران، زنگ زده میشه. وقتی که زنگ زده شد هیچ. مجاهد چی میگه؟ میگه تو اعمش میگه مجاهد به ما نشان داد کانوا یرون ان القلب مثل هذه، میگه قلب مثل این کف است، یک تشبیه ده. فاذا اذنب العبد ذنبا، وقتی که انسان یک گناه را میکند، ذم منه، میگه می قلب جا یک گناه که کرد ایتو میشه. دیگه گناه که کرد قال بسبیل الخنصر، میگه دیگهش جمع، دیگه گناه کرد، دیگه این قلف میشه. بعد از او باز این را پوشانید. هر قدر برش بگویی باز بیفایده، هیچ. مثل که اگم تا میگم ما عاشق شدم، نه بازی تو عاشق که میشه با بیخی اختیار دست میته، شب و روز در ذهنش نمو است. حتی میگه که دیار دپاره در امثال جوڑاوم، به خاطر یار اگه این دو است در امثال جور میکنم، میرم عبادت میکنم. اگر در کلیساست میرم عبادت میکنم تا که امی مرا قبول کنه. این کافر میشه عاشق. حالی عشق چطور کسب کرد؟ قرآن میگه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنین بگو نظر تا پایین کن. زنهای مؤمن هم بگو که
نظر شهوت نکنن. مردم یک بار نظر کردی یا پایین کردی شهوت هم نبودی، دوم بار نظر کردی شیطان، سوم بار تیرای شیطان در قلبت میخوره. خب تیر میخوره قلبت پریشان دیگه باز نظر باز گپ زدن و ارتباط قصه و نزدیک شو چکر و این گپا باز میگه حوصله خو خلاص شد دیگه. باز دیگه کارهای ابتدایی را شروع میکنه. بعد از او باز چی میشه؟ عاشق میشه. حالا باز این بچه است اگه هست میگه غیر از این دختر دیگه هر کسی بگیرین قبول ندارم. اگه میگیری همین نمیگیری در دریا میپرتم، خدا در دار میزنم. دخترام میگه غیر از این همی تکت کنم یک توتیم از فلانیست. این تو دخترها هم شنیده یک توتیم از فلانیست. اگه بگو این خب فاسق است، بیدین است، هر چی که است، شب و روز باز ببین نه نماز نه دیگه در زیر ذهنم میای گاهی زنگ بسیاری رو ببینیم استا صبح زنگ میزن در فیسبوک های سو بزن روان کده رایست، این عکست بسیار خوبش است، این گپایت بسیار خوب، این تو رست، این تو نیم قصه کده رایست. والله که ابن قیم میگه عشق انسان کافر میکنه. حتی میگه که اگر هر امری میکنی من میکنم. بازو میگه اگر اینی آدم بکشی میکشم. میگه اگر تو بازو میگه خود ریشت بسیار مزاحم است، امیره کلش میکنه. شراب ما خوش دارم میخورم میگم شراب. خب باز میگه والا تو بسیار قرآن و سنت میگه میره الابت هیلایش میتم ببین چیز کفر است میگه. باز میگه خیبیه که من تو کارم میکنم. میگه ابن قیم میگه عشق انسان به شرک میرسانه. واقعا نمیدونم اینا لمی که عاشق شد آل اختیار رفت. نه واقعا اختیار رفت. کس با کی کرد؟ خودش کرده. یک است پس میدانی اول به اختیاره به اندازه بدم. یک دفعه که خوب زدی دیگه یک دفعه سر ورداشت. حالا هر قدر کش میکنی بالاخره در یک کوم اگر بیای متو دریات خیس میزنه در دریا. اول به اختیار خودت بود. امیر به این درجه کی رسان؟ خودش رسان. کسب خودش کرد. کفر هم میگه که یک گناه کردی بالاخره بند میشه. در این باره حتی بسیار احادیث هم هست. کسایی که میگن الله این کار نمیکنه، مثلا زمخشری در جارالله زمخشری در تفسیرش کشاف است معتزلی است. این میگه که نه هدف از ختم میگه است که مثل که میگه ما میگیم که این آدم کر است یعنی در گوشش گپ کار نمیکنه. میگه الله مهر نزده ولی در گوشش گپ کار نمیکنه. باز ابن کثیر میگه کاش که جارالله این آیت میفهمید فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. هر وقت که اینا کج شدن الله قلبایشان چی کرد؟ ازاغ الله. تا که خودت کج نشی الله کجت نمیکنه. و نقلب افئدتهم و ابصارهم. الله میگه قلب و چشمای از اینا را میگردانیم کما لم یؤمنوا به اول مره، مثل که ایمان ناورده. و نذرهم فی طغیانهم یعمهون. در سرگردانیشان پریشان میگردن. اینجا ما یک حدیث صحیح در بخاری است. سعی کنین رسول الله چی میگه؟ تعرض الفتن علی القلوب. امی فتنه در قلب میاین. فتنه امی گناه کل حسیر مثل چی واره؟ امی چند حدیث گوش کنین میریم. مثل امی حسیر بوریا. خب عودن یک چوب بوریا را میاری نه دیگه شمیاری دیگه از این بوریا جور میشه نه میپوشانیش. فایو قلب اشربا نکتا. هر قلبی میگه که امی گناه را فتنه را نوشید، فتنه آمد تیرش کرد. نه بسیار فتنه است. باز مثالش نکتا فی نکته سودا. رسول الله میگه یک داغ سیاه در قلب زده میشه که نوشیدش. و ایو قلب انکرا. هر قلبی که فتنه آمد انکارش کرد ردش کرد. نکتا فی نکته بیدا. یک داغ سفید در قلب زده میشه. حتی تصیر علی قلبین علی عیبیس. تا اینکه میگم دو انسان دو قلب، یکی ابیض سفید مثل صفا، یک انسان که فتنه آمده ردش کردم تو صاف است. فلا تضر فتنه. هیچ فتنه برای ضرر نمیرسانه. میال ما شما میبینیم چقدر فتنه است. نه هر فتنه را که ما رد میکنیم هیچ قلب می تو روشن است. دمی تو جای زندگی میکنی فتنه برات نمیاد. میگم مثل هیچ فتنه نمیاد ما دامت السماوات والارض. تا که آسمان و زمین. سبحان الله. فتنه گناه آمد ردش کو قلبت می تو روشنی میده تا که زنده است آسمان و زمین تا مرگ.
والآخر اسود دیگه سیاه میشه مرباد کلکوز مچخیان میگه مثل کوزه‌ای که دانش پوت شده نه نیکی را میشناسه ولا ینکر منکرن یک گناه میاد دیگه هیچ تو سیاه میشه مثل کوزه را بند کنی دیگه خلاص دیگه هیچ حق دو تاثیر نمیکنه. به می خاطر یکم تا آدم است که ما میگیم بوت برنجی واری شیشتنه دیوال واری هرچی میگه او قلب ازو نمی تو چیز داده شدگیست. در دیگه حدیث ابو هریره میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان المؤمن اذا اذنب ذنبا ایرام گوش کنید مؤمن وقتی که یک گناه را کند کانت نقطه سودا فی قلبی یک داغ سیاه در قلبش زده میشه فان تاب اگر توبه کرد و نزع از گناه دور شد و استعتب خود ملامت کرد سقله یا سقله سیقل میشه پاک میشه از این گناه توبه کرد ملامت کرد خدا سقل قلبو سیقل میشه و این زاده اگر زیاد دیگه گناه کرد زادت دیگه هم سیاه دیگه حتی تعالو کل قلبش میپوشانه فذلك الران یونمو زنگیست الذي قال الله تعالی کلا بل ران علی قلوبهم زنگ در دلشان زده شده هر قدر که باز برش بگو هیچ. ما همی تو آدم ها را زیاد دیدیم میانم برشان گپ میزنم میتو میکنم آخر با چی میگم ولی مولوی صاحب گپای بسیار خوب است ولی اینجا بسیار گپای دیگه است. چی گپ است؟ قربان شما مولویاش هم شما فقط یک جهت میبینید سر گپای خود بسیار عاشق هستید اینجا بسیار گپ است این گپا رو ما نمیتونیم قبول کنیم. دان خدا یک فاجعه میکشه من میفهمم که آدم چی شده دیوال گشته کلا بل ران علی قلوبهم بعض دیگه سر از آدم کار نکو خب دیدی که دمی درجه هست پشتش نگرد برو سر دیگه کس کار کن. پس اینجا الله ختم الله مهر زد نه بس مهر چیز جزای کفرشان جزای شرکشان جزای گناهشان علی قلوبهم به دلهایشان هیچ فکر کرده نمیتونه و علی سمعهم به گوشا هیچ نمیشنوه اگر بشنوه میچ عالم کافرها چقدر میشنوند هیچ و علی ابصارهم در چشمایشان پرده است حق هیچ دیده نمیتونه. خو این حکم دنیویشان چرا ایمان که ناوردن لا یؤمنون شد ختم الله دعوت شد ایمان ناورد ختم الله. خو حکم دنیویشان چی بود اسباب درکشان بنده آخرت ولهم عذاب عظیم عذاب بزرگ عذاب دائمی برشان تعیین است. الله ما شما را از این قسم کفر شرک نجات بده بر ما شما ثبات بده که هر فتنه ها گناه دور شویم اگر شد توبه بکنیم. و صلی الله علی نبی محمد.